عاشق خودت شو. هیچ کس نمیتونه تکونت بده. تو اگه عاشق خودت بشی، عشق از در و دیوار برات میاد. و اگر عاشق خودت نیستی، عاشق هیچ کس دیگه هم نیستی. عشقی که از بیرون بیاد به درد نمیخوره. عشقی که مال این و اون باشه به درد نمیخوره. کسی که به خودش عشق نداشته باشه از هیچ توانایی برای دادن عشق به بقیه برخوردار نیست. اصلا کیفیتش رو نداره توی خودش. ما فکر میکنیم که باید عاشق آدما بشیم، باید یه جوری آدما رو پیدا کنیم، یکی رو پیدا کنیم که عاشق ما بشه. این عملیات به شکست محکومه و کار خودمونه. کسی به ما قرار نیست اینو بده. کسایی که به ما اینو ندادن خودشون هم نداشتن. اگه عاشق خودت باشی دیگه برات مهم نیست بقیه چی میگن. اگه عمیقاً عاشق خودت باشی، سرت پایینه، داری کارتو انجام میدی، هر کی هر چی میخواد بگه، لبخندشو میزنی و حرکت میکنی. پیش به جلو. تو کارت موفق میشی. چرا؟ بذار برات توضیح بدم. اگه تو کارت میخوای موفق بشی، باید توانایی رو داشته باشی که هدفتو انتخاب کنی، به خودت اعتماد کنی، به خودت اتکا کنی و ادامه بدی. هزاران نفر دست میکنن، هزاران نفر نقدت میکنن، هزاران نفر تکذیبت میکنن. اگر خودتو نداشته باشی کم میاری.